سلام. طرز تهیه عرق کشمش، یعنی طرز تقطیرش. اولین نکته که باعث موفقیتتون میشه اینه که باید خونه مکان باشه. یعنی چی؟ یعنی اگه متأهلی زنه رو باید بپیچونی، اگر هم مجردی که مامان بابا دو در. این زودپزمونه از این زودپز قدیمی ها. همین جور که میبینید یه طرفشو کور کردم، یه طرفش هم آببندی کردم. این هم شعله گازه، نیم سانت حدودا. از اینجا میاد پایین، صداش هم میشنوید. از اینجا داره میاد پایین. گند زدم تو آشپزخونه، البته اینجا میاد پایین میره این تو. خب لولمون هم داغ شده. اون پایین جنگ عرقمونه که داره چیک چیک میریزه. البته تازه شروع کرده به بخار کردن، حالا سرعتش بیشتر